سلام علیکم یارو دوستان محترم هواداره کانال و خصوصا مردمی شرفمند زرافشان که واقعا مردمی زرافشان مردمی سرجم است. همیشه در کارهای خیر اولین شده برای عبودی دیارش سهمای ارزنده خودشون دایم میگذارن، چون ما همین سال گذشته دیدیم که چگونه در دوام یک سال یک راهی تقریبا 10 کیلومتر پر اسفالت است. همش اگرچه باید بود که مردم زرافشان خیلی سرجم شده اما راه ساخت و حاضر من قرار دارم در پایین همین دهه زرافشان شریف. خیلی کسانی که دیده باشن میدانید راه اسفالت است، از این نزد بالنس پایین میفرید. همینجا یک مشکلات دارد. البته مردم همین دیار خودش کوشش کرده است که همین مشکلات برطرف کنه. که مشکلات اساسی در اینجا چی است؟ همینجا پایان قشلاق آب میفرد. من همین آب همش طول چندین سال میشود که همینجا آب دم شده ایستادگی است. ولی من برای شما درست نشون میدم که چی باید کرد اینجا. همین مردم دیار خواستن که همینجا برای آبادی دیار، البته این همین آب چون بسیار است ضررش میرسد به منزل و به دیگر به حاصل دیگر چیزها، میخوان همین آب از اینجا دور کنن. اما مشکلات اساسی به دوچار شده هستن که در اینجا یک تروبه کلان است، تقریبا چند صدی است، یکی است و خلاصه اون پر از لای شده است و آب و اون سمت نمیره. چه خیلی که ما میبینیم در این طرف زهبور گویم جای آب پرتو آب نمیره. چون که اینجا تروبه زیر خاک موندگی است. زیر خاک مونده است، از وای طرف عموما آب خارج نمیشه. به همون خاطر اینا خواستن که همینا چی کنن، از نو تعمیر کنن. با به مثل یک تروبه دیگه آورده اینجا مونده. اینجا دو طرف لطاکای آبگذر است برای کشتکار. اینجا این صحرای پایین همش از همینجا آب میگیرد. به همون خاطر خواستن همینجا را تعمیر کنن، از نو سازی کنن و همینجا را تروبش پیش راهش کشن. این زهبر دوامش هم نیتی تازه کردن دارن. اما خاطر ما دوچار میشیم البته به مشکلات اقتصادی. یعنی که ما خواستیم در اینجا مردمی شرفمند زرافشان و در سیمای آنها کسی که همین سخاوتمند باشد، الکی به روزهای نزدیک ماه رمضان آمده است، از ماهی خیر و برکت و سخاوت نمیدونم دیگر و دیگر. البته کسی که توان دارد در همین کار سهم ارزنده خودش گذاره. البته هر کسی یک کاری خیر میکنه تا روزی که همون کاری کردگیش باقی هست در همین دنیا ثوابش برای او میرسد. البته در این چیز آیات ها و احادیث بسیار است و ما برای شما همین چیزا میخواستیم فهمونیم به سهم شما رسانیم که همینجا میخوان همینجا یک تا کوپروک سازن. البته همش چی میخواد؟ پول میخواد. و این چی؟ همین آب از این نیست کردن در کار تا اینکه یک اصوله شود همینجا. همینجا یک تا اکسکواتور گوزنان کردگی هستن همین اکم و این چی مردم همین محله پول جمع کردگی هستن. کار اولین درجهش کرده ایستادن و من بعد میخوان که همین یک کار سر کردن، کار خوبتر کنن. یعنی که خوبتر کنن بهتر شود برای نسل نورس. البته آبادی دیار، آبادی دولت این پیشروی همین مردم توریستان است. میخوایم یک دستگیری شود، خواه از سخاوتمندای زرافشان، خواه از اون مهاجرو. البته ولی در رسیال هم آسان نیست است. به هر حال هر کی هر چی توان دارد میتونه یک دستگیری کند تا اینکه همین یک کار انده که هموشد پیش رود. و در سیمای آنها هر کسی که سخاوتمند است میتونه در همین سهم ارزنده خودش گذارد و همین سری وقتی همین چیزا ساز کنیم و مردم یک خاطرش آسوده شود. دوستان من گپ به درازا نمیکنم. خدا خواهد من در زیر نوار یک تا کارتر میگذارم. کارتر به نام اکوی سلیم بابا، اکوی سلیم بابا می اکم به عهده گرفته ایستادن همین کار. ول دست سری همین کار همین کس ایستادگی هستن. کسانی که میشناسید
خدا خواهد کارتشون میگذاریم تا اینکه همین کارا پیش بریم دوستو. خیر او دستگیری کنید، خدا خواهد ضرر نمیبینید از این گونه دستگیری ها دوستو. البته این کار خیر است، در کار خیر میگن کوشش، یعنی که کوشش کردن که در کار خیر تا اینکه هر چیز زودتر همین کار به خوبی انجام یابد دوستو. خیر باقی سربلند و خانه آباد باشد، الهی همیشه دیار و آباد باشد، تاجیکستان تینج و آرام باشد و پیشرفت کنه. همین دولت عزیز ما باقی سربلند و خانه آباد باشد.